دوستان عزیز کانال یوتیوبی ماورا سلام. امروز هم میخواییم ماجرای عجیب از کتاب جرعه ای از دریا، خاطرات یا بهتر بگیم زندگی نامه حضرت آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی رو براتون بگیم که خب از مراجع تقلید هستن. در اینجا دو داستان از کرامات آیت الله مینانی رو به صورت خاطره آوردن. یکی این که آقای شیخ عباس علی روحانی اصفهانی نایب آقای طاهری در نماز جمعه اصفهان سابقا ساکن قم بود و اکنون ساکن تهرانه. اون در زمان شاه از انقلابیون داغ بود. گاهی انقلابیون داغ به دستگاه آقای میلانی اعتراض میکردند که چرا مثلا با دستگاه شاه نزدیک است. آقای روحانی میگفت من نامه‌ای تند و انتقادآمیز به آقای میلانی نوشتم و چون میترسیدم به دست سازمان امنیت برسد و برای من ایجاد خطر کند نامه رو به کسی دادم و گفتم که سجده آخر نماز عشای آقای میلانی طول میکشد. موقعی که هیچ کس تو را نمیبیند نامه را روی سجاده آقای میلانی بگذار و برو تا کسی نفهمد که چه کسی نامه را گذاشته است. من هم نامه را امضا نکرده بودم تا شناخته نشوم. شخص واسطه هم مطابق دستور موقعی که آقای میلانی در سجده آخر عشا بود نامه را کنار محراب ایشان گذاشت و فرار کرده بود. آقای روحانی می گفت 2 ماه بعد در اصفهان بودم که نامه ای از طرف آقای میلانی آمد به این مضمون که نامه شما رسید و موعظه‌ای هم کرده بود. با اینکه امضا نکرده بودم و ایشان خط مرا نمی شناخت و معلوم هم نبود که این نامه از کدام کشور و کدام شهر فرستاده شده و اصلا واسطه رو هم ندیده بود. کتاب جرعه ای از دریا جلد 2 صفحه 643. اما در صفحه 644 همین کتاب ماجرای دیگه ای از آقای میلانی نقل شده. آقای حاج آقا محی الدین انواری ساکن تهران از آقای نقل میکنه که منزل آقای میلانی شخصی منبر میرفت که من به منبرش خیلی علاقه داشتم. بر من غسل واجب شد و دیدم که اگر غسل کنم و بعد به جلسه بروم آن منبر را از دست میدهم. غسل نکرده با همان حالت جنابت به منزل آقای میلانی رفتم. آقای میلانی کنار در می ایستاد و به واردین خوش آمد و مرحمت عالی زیاد می گفت. وقتی از کنار ایشان رد می شدم به من فرمود آقا شؤون و احترام روضه حضرت سید الشهدا علیه السلام را باید رعایت کنید. جرعه ای از دریا جلد 2 صفحه 644. در مورد آقای میلانی 2 داستان مشهور دیگه هم هست که حالا خارج از این کتاب براتون میگم. یکی از اونها در فصل 2 برنامه زندگی پس از زندگی مطرح میشه که یکی از افرادی که تجربه مرگ داشت و اتفاقا خیلی هم بدتر از همه تجربه مرگ داشت که میره و دفنش میکنند و غیره و اینها، اتفاقاتی براش میفته. سکه ای از امام رضا علیه السلام میگیره و وقتی که برمیگرده متوجه میشه که تمام بیماری ها شفا پیدا کرده. پیش آیت الله مینانی میره، ماجرا رو تعریف میکنه. البته اون چیزی که تو ذهنم هست رو من دارم بهتون میگم، دقیقش رو خودتون میتونید سرچ کنید و پیدا کنید. و عرض کنم خدمتتون آیت الله مینانی بهش میگه این سکه رو همونطوری که بهت گفتن توی اون دنیا که این سکه رو به کسی نده و به خودمون پس بده، اینو بنداز توی ضریح امام رضا که خودمون فرد تعریف میکنه. اون فرد زنده است هنوز که من اومدم سکه رو بذارم، دستی از درون ضریح اومد بیرون و خود امام رضا سکه رو از هم گرفت توی اون جمعیت و مردم فقط دیدن که اون سکه توی هوا به سمت ضریح رفت. اما آقای میلانی همه ماجرا رو دید و بعد به من این قضیه رو متذکر شد. ماجرای دوم هم در رابطه با یک پروفسور مشهور بلژیکی هست به اسم پروفسور بلون که در همین کانال هم در موردش گفتیم که این فرد یعنی همون پروفسور بلون مسئول میشه که آقای میلانی رو عمل کنه، ولی بعد از عمل جراحی همونجا میمونه و به دستیارش یا مترجمش میگه که بمون
و به من بگو که این آی میلانی که بزرگ مذهبی شماست و الان بیهوشه و بعد از بیهوشی افراد ناخودآگاهشون به کار میاد و شروع میکنن به حرف زدن، داره چی میگه؟ که میبینه آقای میلانی داره قسمت هایی از دعای ابو حمزه رو توی همون حالت بیهوشی با خودش تکرار میکنه که اونجا باعث میشه این اتفاق پروفسور بلون مسلمون بشه. وقتی از بلون پرسیدن چرا مسلمون شدی، گفت من کاردینال ها و کشیش های زیادی رو عمل کردم، اکثر اونها وقتی که به هوش میان داروی بیهوشی روشون اثر میکنه و ناخودآگاهشون رو که بروز میدن میبینید که خیلی متفاوته با چیزی که ازشون مردم میبینند و مثلا آهنگ های کوچه بازاری یا توهین هایی که اصلا انتظار نداریم رو میگن. ولی این مرد الهیه که حتی موقع بیهوشی هم اینطور داره خودش رو بروز میده. البته این نکته رو هم بگم که من در یک جلسه‌ای که همه جراح و پزشک بودن این موضوع رو مطرح کردم و یکی از پزشکان متخصص بیهوشی گفت که خیلی همتون راحت باشه، این اتفاق دیگه نمیتونه بیفته چون این داروهای قدیم این کار رو میکرد، ولی داروهای جدید باعث نمیشه که ناخودآگاه شما فعال بشه و بروز بدید. ممنون که با ما در کانال یوتیوبی ماورا همراهید. ما را سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. التماس دعا. خدا نگهدار.